عن عایشه بنت طلحه، از زنهای معروف قریش بوده این خانم، دختر جناب طلحه به نام عایشه. عن عایشه که همسر محترم پیغمبر اکرم که او گفته قالت ما رأیت من الناس احدا اشبه کلاما و حدیثا برسول الله صلی الله علیه و آله من فاطمه. میگوید که من ندیدم هیچ کس رو که از حیث حرف زدن، از حیث صحبت کردن شبیه باشه به پیغمبر به قدر جناب فاطمه سلام الله علیها. حالا این روایت در مورد کلام و حدیثه. یک روایت دیگری من دیدم قبلها، اون هم از عایشه است، در مورد راه رفتن و نگاه کردن و این خصوصیات هم میگه که فاطمه سلام الله علیها اشبه الناس به پیغمبر بود.